منو واکنی. بله ماما نورو بگی شما چری همیته طریق کپرید داری؟ من برادرم یه همسایه هم دست شما اذیتم. چه کاره؟ چه کاره؟ یه چی بیار گوشه بگذارین شما چی رقم همسایه هایی؟ چه کار کردم؟ ما چه کار کنیم عدی بیشتر؟ خو یعنی چه کار کردم؟ گپ خود بگو. خو شما چیه می سریات طریق داری؟ با می سرا خو یعنی می سرا شما کاینگری یعنی بدین موضوع گپ تو نفهمیدی چی گفتی تو؟ ما چی میفهم؟ چون باشم شما تعدد خود طریق داری. یعنی منظور گپ تو چیه؟ منظور گپ من اینه که برادر شما تعمید خور میکنیم آیسته تر بکنی. اختیار دیگه مردم خرج خوراک نداره که شما یکه داری. کاکا جو اختیار عمیق که امی شما طریق داریم. این راکیت آدم بزن عمیق در طریق نمیشه. بگو اختیار تاد خدا منظور تو تادگه که تاد خود چر میکنم ها اختیار تاد خدا خوب بکنی. اختیار تاد خدا شما اذیت نشن. گپ کم کو یک گوجه بی برو برات کار خورو ماما نورو اختیار تاد خدا رو مزه لذت گوش کن چی میگم مزه لذت هم به اون تادگی نباشه من سری نمیکنم ای تو بگو همون بکنیم آیسته تر بکنیم که 4 تا همسایه دست شما بداد نشه. برادر چی رقم مردم زبون نافهمیم شما. برو کاکا برای کار خود برو کالم تاگوشت میزنم برو بزنیم شهر این خودی ها گوجه قطع خود بیامیده من چی گپ پا میزنم برو برای کار خود برو راست میگم دیگه برو شما یک پیره فکر نمیکنی. اختیار زندگی خدا رو من بیدار میشن شد. میگو اختیار تعدیل خدا رو یا نه هر رقم میکنم ها ماما نیروز اختیار تعدیل خدا رو بده همراه کی میده برو دیگه یک گوجه قطع است تو سیکو فقط مسخره از اینو همتم میه به درس رو قول او چسبینی که چکار فلان لیمدانه بابا من این رو تعدیل خونه کن تعدیل طور بیام بکنم که واسه که بچه تو خوی نمیشه و بالا جون خوی نمیشه مثلا به تعدیل من نکنم میخورم همین تعدیل نباشه من نمیخورم برای که عجب مردمی شما همون در عقل کنم جا عقل نداره با اختیار خونه خدا اختیار زندگی خدا رو غیر گپ و موفی این تابالا کن که بچه مخوی نشده و چگاه نشده یک گوجه قطعی تو سه که همون در فکر نمی کنه چی رقم مردمی هم اینو همون مصیر از سر خور کنم زمین زنم که برو که برای کار خورو عجب بولو تام بازار نرفت این موضوع تدیجار به این گیلک بگم که اینا به کل نمیفهمن وای وای بیشتنی گیلک بیشتنی بابا بگو ما بیامدم به یک شکایته تانکر سفیشته پر شده تانکر علیده ما بیامدم کجای پیرتو کجای؟ کی؟ پیرتو پیرمه؟ خیالم که بیرون شدم برفتم خوب کوچه خب با بازار گیلک الان شما سری چه کار میکنی به خونه؟ سری چه کار میکنین؟ سری بار میخورین نون میخورین سری خب پس میگذارین نون میخورین اول چکوش بگرتیم برای دیگاه کدو دیگاه؟ همین دیگاهی که از نون میخورین نه چره؟ آخه شما هم همسایه با داده شما بیشتر نون میخورین شما خرات و پرید دیگه همین پنجره خونه ما میبینی پنجره خونه ما چقدر از هم فاصله داره؟ هیچی یک گوجه هم نمیشه نه آخه بعد تا کارا خو نکنین شما کفگیری بگفتیم برای دیگه به کلما دیگ میزنین برنجا یک آها از اون مثلا میگی خاطر یک کوری برنجا نه سعی که تو مدر ما کاست همی تادگیار پیار ما خوش دارم نانی ما کاست همی تادگیار میکنم و فهمیدی ساری تادگی میکنن کمی خرید پرید میشه دیگه انگار که شیلی خونی روشانه خرید پرید که میشه چرا همسایه پیش بداد باشه یک بچه بیا خودی خلی گنده خونه عزیز کل ماما دو دفعه صدفه به دست خوبم ببزدی به کل ماما برو پیاخ صدا برو خودی پیار خود صدا کنم تادگی ها خود بکنین آیسترتر بکنین که همین همسایه پهلوش ما خبر نشه تادگی های میکنیم خوش داریم ما تادگی نکنیم چی بخوریم ما همه برای اینجا ما کلان تادگی میشه پیش مادر ما
نه کفگیر گرفته و کل مدرگاه میزن تفکیر گرفتیم باشه بعده بریم اصلا از این منطقه ما بار کنیم بریم از پهلو سرا ما بریم با خوبه دگه جا شما عقل کمال نداری شما عقل کمال دارین دیگه ما پخته میکنیم همه تادگی میشه ما تادگی نکنیم که شما خو دارین به سری هم کسی خو میشه خوب سریع دیگه سیه دیگه همین دیگه خود دفاعش بتر بکنه همین شما بگو اه بس اگه با ما اینجا نه یا تا برغه نگو این شو گردن ما بند باشه نی امیتو میکنم که از این نگاه صدا ما بره به ادرسکن این شو نوبت منه تادگی کندن بابا یاد شما میدم بعد که از این سراخور شما برفرشیم سراخور برفرشیم از این دیگه پیش ما برین که به خیر خوشی ازم جنجال شما فارغ شم یکی میای به پیش نانیمه یکی میای به پیش بیارمه کجا بدی کجی؟ برفتون لالا خودی این منطقه نافهم برفتون در سرای خودی و گب زدم شتا مرتکه نافهمه همین ماما نورو بابت به دیشه خوب کاری کردی چی گفته؟ هیچی ماش بزنه تگوش من اختیار خود دارم من اختیار دگاه خود دارم من اختیار تعده خود دارم بگو شما مغز فکر نمی کنیم که مردم مریض داره مردم بچی خورد داره اینا اخوی بیدار میشه فقط میگی اینا به تا خونه خود جاده مسکرار گرفتم بس اینا میگفتی اینجا جاده مسکراه بو گفتون لالا میگه من اختیار دی خود دارم اختیار تعدگی یا تعده خود دارم من اصلا خوب کار میکنم مزید دیگ به تعده به می تعدگی های میکنی تعده خور آستتر آخه مغز فکر کنیم مردم همسایه مگر دست همسایه به عذاب نشه تو بگذار اگه ایمشه خوب مزه داره ترک پرک بشه گردن مبند باشه خود تا نرون دیگه نور نندازم به تجو من میرم لالا در سرای ناخودی شما میکنم اصلا این ماما نوروز میت گوشنی نیه که ایتا میگه یک دونه برنجی بر نشه لالا رسمی از او چیز شنگردن مبند نمیخورم مردم گوشنی بگیر از اینا افتاده من فکر نمیکنه که مردم بابا روزه داشته بچی خود داره یا مریضی داره خاله کاره که می دیگاه قلبه نمیشه دست ترکه من چون اینا اشته ترکه پرک میکنه گوشا خود از اینا کار نمیشه آموخته شدم اونا سر از اونا بگه پا نمیشه برو ارزو پس همه گسپندار خور ببرک برو بیلی که گسپندار برو بله زنده باشه شتن برو خوبه شتن لالا تیارت خیر سلامت خوشحاله حلاف میکنی چی خبر سلامتی تیارت خیره یا خدا شتن برو شکر چه در باغچه رو میگذاری انتظار یکی بیای اونجا بلو کلنگا گذاشته و سیلاش ببره حواس ماست چی خبر خوبه شکر تا سلامت باشیم شما خوبه سلامت باشی میگم برو رمی موتر شما برای 1 ساعت 2 ساعت به کار داشتم اگه لطفی بکنی چی موتر تا این گنج پشت زرغون ما این برای یک چند تا گوسفند بستونی موتر ما برو موتر گوسپند کشی نیه نه خب ما با موتر که نمیارم گوسفند پر ما این چیکار کنیم موتر با موتر میریم ما پیار ما برار می باز گوسفند میستونیم با سچرخ میاریم دیگه تا موتر شما که نمیاریم برو هم خود ما با موتر بریم خب برار ما یک موتور پیدا کنیم بریم شما که با موتر ما گوسپند نمیاریم از اینجا با موتور بریم گوسپندار بستونیم اب بیاییم برار 3 نفر با موتور یک ذره ایشته بریم و نمیشه با موتور دیگه من نمیفهمم مشکل خود شما نه برار ما موتر واقعیت بگیم من در دیرو ما قسم خوردم همین بچه ما منیرالدین دیرو بیامده که این موتر خب بده که ما با کار دارم خب من گفتم همسایه خیر موتر ببردک دمی که بیاوردم موتر تایر برش والله تایر از این برش شد
خب ما گفتم تایر پرت شد حداقل این موتر به مقدار ارزش نیست که یک تایر بستونی برای او. رفاقت ما به شما اشته میشه دیگه. من رو خوب شما انداختم، شما یک موتر جلو میگردونی یا نه؟ بچه نوردین عمر یکی میکنی شما دیگه برو ما قسم خوردم اگر رفاقت به حساب موتره که او رفاقت به درد نمیخوره، به مقصد و مدعا باشه. باش کنم یک زنگ با آقا خوب بزنم یا آقا برو نمیرفتین که با از این موتر شما گوسفند بیارین، بس سکل هم نمیشه اغزر را ما بریم. نه برار موضوع گوسفند هم نیه، واقعیت من دیرو بیخی دماغ ما بسخ گفتم دیگه موتر به دست هیچ کی نمیدم. خیر باشه باش کنم. الو بابا خوبه؟ بخیرین؟ سلامت باشین. میگم بیام آدم پیش میرم از اون رفیق خو ای بنده خدا میگم من نمیدونم موتر خو با کار دارم. چی رقم با کرا میده موتره؟ نه برار موتر شخصی آدم به کرایه میده. شما که موتر کرایه ما این بریم به خود تاکسی بگیرین در بس کنین که هم شما رو ببره هم بیاره. میشنویم بابا چی میگه؟ ما که موتر نستونم که به کرایه بودیم. باشه خداحافظ. یعنی رفاقت ما به شما دیگه مقدار ها برار. رفاقت ما و شما همینه که برار جد موتر به دست هیچ کی نمیدم. اصلا خیلی رفاقت نمونده حالی. نه او تو رفاقت ننوشته بچه ماما نوردین رفاقت بمونده ببر تایر برش که بیار. رفاقت دیگه بمونده اشته نمونده. یعنی من میبرم تایر برش میکنم میارم. نه دیگه خود دیگه قسم خوردم نمیدم دست برار خو نمیدم. خیر باشه خداحافظ شما. اصلا خیلی گپ شو من مجبور کنی میفروشم. خود من پیاده به جامعه میرم. خداحافظ شما خیر زنده باشین بخیر باشین. همون در بخشش باشه دیگه وانک همون تو شما پیش کنیم در بخش بخشش باشه لالا موتر فقط من اینجا رو بخریدم که ای بیایه او بیایه ببره او کتاله کنه. اصلا من نمیفهم چی رقمه این زمانه حاله هر کس خودی آدم رفاقت میکنه به مقصد و مدعا. اگر وسیله به نفر بدادی خودی تو رفیقه، اگر ندادی کسی رو برید. هرگیز خدای تو رفیق من نداشته باشم.